سلام دوستان عزیز، من امیرعلی هستم از کانال پی سی باز. تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم چطوری سرعت و قدرت سی پی یو تون رو تا چند برابر افزایش بدید. توی تب سرچ گزینه پرفورمنس مانیتور رو سرچ میکنیم. وقتی بالا اومد دیتا کالکتور رو میزنیم. اینجا یوزر دیفایند یه دابل کلیک روش میکنیم. اینجا چیزی نیستش برای شما، نیو رو میزنید، دیتا کالکتور ست اینجا روی منوالی قرارش میدین و سی پی یو رو وارد میکنیم. نکست رو میزنیم، پرفورمنس کانترول رو میزنید، نکست اد رو میزنید. اینجا اول تو بخش پروسسور رو میزنید، گزینه 3 یعنی عدد 3 رو وارد اد میکنید تا از تمام قدرت سی پی یو استفاده کنید. اد میکنید، بعدش این رو میبندید بالاتر، پروسس رو میزنید روی بعد حتما حواستون باشه که روی پروسس هم یک کلیک بکنید. روی توتال هست، همون رو اد میکنید، اوکی میکنید، نکست و در نهایت فینیش رو میزنید. وقتی تنظیمات رو اعمال کردید توی بخش یوزر دیفایند میایید اینجا و سی پی یو رو از حالت استاپد به حالت رانینگ تغییر میدید. واسه من رانه، واسه شما استاپ. اینجا گزینه استارت رو میزنید و این تنظیمات براتون اعمال میشه و به راحتی و درستی سیستمتون سرعتش افزایش پیدا میکنه. و یه مطلب دیگه که هست اینه که برای بهتر شدن سرعت همچنان میتونید تو بخش سرچ سیستم کانفیگوریشن رو سرچ کنید، روش میزنیم. اول از همه رو تب بوت، بعدش روی ادوانسد آپشن. این قسمت نامبر پرسش برای شما غیر فعاله و اینجا روی 1 باشه احتمال زیاد. این رو فعال میکنید، گزینه رو میزنید و روی 4 قرارش میدید. برای من 4، شما روی ماکسیموم که دارید قرارش میدید. اینجا تنظیمات اعمال میکنید و اپلای میکنید. این باعث میشه که شما از نهایت و ماکسیموم قدرت سی پی یو استفاده کنید. یعنی سی پی یو تون تا اون زمان از 1 یا 2 تا از هسته‌هاش استفاده میکرد، ولی الان میتونه از 4 تا یا بیشتر از هسته‌هاش استفاده کنه. اوکی میکنید. اینجا میگه برای اعمال تنظیماتی که انجام دادید ریستارت کنید سیستمو. الان من چون ویدیو دارم میگیرم نمیتونم ریستارت کنم، پس اکسید ویدیو ریستارت رو میزنم. شما ریستارت میکنید و تنظیماتتون اعمال میشه. با این تنظیماتی که انجام میدید میتونید سرعت و قدرت پردازش سی پی یو تون رو تا چند برابر افزایش بدید. برای من خیلی کارآمد بود، امیدوارم استفاده کنید و لذت ببرید. و در نهایت اگه از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که لایکش کنید و اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد میتونید کانال منو سابسکرایب کنید و از جدیدترین ویدیوهایی که میذارم با خبر بشید. تا ویدیوی بعدی بدرود.